اما من طفلم رو نجات داده نتوانستم. لبای حیاتت در خطر است، احتیاط باش. کلتکیلاس با سقراط سر و کار نگیر، جیانش رو پیگیری نکن. این آدم شوخی نمیکنه، تو رو میکشم. در اصل من تو را میکشم. من تو را میکشم. وفات یافتن طفلت با من ارتباطی ندارد. وقتی سقراط رو دزدید کی تو رو نجات داد؟ سگی دروغگو، بیشرف، من تو را میکشم. نه گوش کن، من تو رو همچون دوست آگاه میکنم. از پیگیری کردن سقراط دست بکش. حیات خودت رو با خطر نگذار. تو در کجایی؟ در کجایی؟ میخوام با تو تنها روبرو شوم. اگر مرد باشی مکانت را بگو. او این مگر با من مسخره بازی دارد؟ احمق ناشدنی، تو را میکشم. احمق. چی گپ شد؟ یگان گپ داری؟ احمق دیوانه، بیرون برا. سردارم شما بسیار عصبانی شدید. از 1 تا 5 10 تاگی به زبان انگلیسی حساب کنید، سرت آرام میشه. تو چی گفتی استادی؟ احمقی بفهم. از 1 تا 5 چی خیلی 10 تاگی حساب کنم؟ معلمی مکتب ابتداییت کی بود؟ انا بینه در رو فایدت کرد. انا دید سرت آرام شد، از من معلم ابتدایی ما رو میپرسید. خاموش. یعنی حیات سردار در خطر است. او را نباید هیچگاه تنها گذاشت. دستانی که او را میدارن من بشکنم. نال حیاتت در خطر است. آخر چرا نمیفهمی؟ دیگر در اینجا بسیار ایستاده نمیتوانم. سقراط قدم به قدم نزدیک شده ایستاده است. احمق اکرم در کجاست؟ در کجا میشد؟ به عشق جوانیش داده شده. ورزشی پگاهی روزی کرده ایستاده است. چی میگویی؟ دام تا بگی افتو. تا این زمان با من آیله حقیقی شدید. شما رو به جای آیله گذاشتم که هیچ نداشتمش. حالا رفتنم چنان مشکل است که باز به پدر و مادر ماندن است. به تو ماندن. حتی تو رو یاد میکنم. طولین احمق. او چه ها میگوید؟ بی اکرم از گلویم نمیگذارد. دومولوزیو املت میخواید؟ رحمت از سحر باز هیچ چیز نخوردید؟ دومولوزیو با خوراکتون کم در زنجبیل میاندازید؟ مرحبا. نمیخواهم. آی برادرم، بین تو را همه اینها چقدر دوست می‌دارم. برای انسان این خیلی عائله زیبا داشتن، یک عمر این خیلی زندگی کردن سعادتی بزرگ است. دومولو چیتان خنک شده است. ایست ملیس جون، من میریزم. من سرده، من خودم میارم. حاضر به شما چای میارم. خدایا توبه، مگر اینها هدایت یافتن؟ با دومولوزیو اینقدر احترام گذاشته ایستادن. باز خط کن میگوید مگر نمیبینی؟ فرو کلت کار نمیکند، ها کار نمیکند. فکر و خیالات در اینجا نیست. به تو چی خیلی زندگی میکنم؟ چی خیلی؟ نه زدرو از همه مشکلش تو و خواهرم رو گذاشته رفتن است. همه چیز اومده است اکا. شناسنامه ها در دست من. کشتی ها یک چند ساعت پس می آید. بسیار خوب. کنی رفتیم. مادام حیات سردارم در خطر است، با یک گروه شده از نزدیکی او را محافظت میکنیم. در این باره یگان اعتراض نمیخوام سردارم. احمق بفهم، تو اول خودت رو محافظت کن. در این ساعت در اینجا چی کار میکنی؟
از سردارم گفتم که اعتراض نمیخوام و باز درباره یک مسئله اجازت میخوام. عجبا امروز من کار رو دیرتر آغاز کردم، میتوانم سردارم؟ تینجی است لیون. آخر ما از سببی که در مسئله اژدر و کرتکل بسیار چقو رفتیم، من با سیلینجانم مدتی دراز شد و نخوردم سردارم. لیون بیامان شما با شو بروید. همه تان زودتر زود همه با شو سردارم باشد با نزدیکای یگان کافه که با سیلین و میخورم میپرتفتگید. سرداری خوشبرو تیما. خدایم با من صبر بده. одамонамон ҳоло ҳамон налро напарондаанд ака ӯ аждарро меҷӯяд. аждар имрӯз ба хориҷа меравад. акнун ӯро пайдо карда наметавонанд. аммо мо дар ин ҷо ҳастем. ҳунар то ману калтакеласро наёбад аз ин кор даст намекашад. меҳмони одамкушро даъват бикун. ин корро бе ягон мушкилӣ бояд ҳал кунем. левен ҳама инҳо ростанд? албатта ки рост аст. агар сардорам унал намебуд ҳоло ман каҳё мурда будам. мурда. ай худо нишон надиҳад, агар ба ту ягон чиз мешуд ман чӣ кор мекардам? агар ба ман ягон чиз мешуд ту бева мешудим ё ки шу мекардӣ. лекин чун ба ёдам меояд пашми танаам мехизад. худамро ба як азоб наҷот додам. ин аждар гуфтани девона ҳеҷ шӯхӣ намекардааст. калтакалас камкам шӯхира мефаҳмад, лекин аждари паҳад умуман шӯхира намефаҳмад. оҳ зӯро, оҳ зӯро? калтакалас гуфта истода будем, зӯро аз куҷо баромад? илтимос левен, дар бораи калтакелас бо ман гап назан. чӣ хел гап назанам селим? ҳоло мо аждарро дастгир мекунем. аждар кист? шарики калтакелас. баъд аз дастгир кардани аждар оҳиста калтакеласро ёфта ӯро дастгир мекунем. ҳамин калтакеласро дастгир кунед, мо ҳам ба худо наҷот меёбем. ба худо хавотир нашав. ин корро ба ман гузор селоҷон. майлаш лео. лео гуфтӣ? лео село. капучино. хизматкор ку биё. майлаш ака, як соат пас киштӣ меояд. дар назди бандар меистад. мо бошем ба киштӣ мегузарем. тамом, аз паси мо меоед. майлаш ака, фаҳмидам. кай аз дохил мебарояд? аз интизорӣ безор шуде. аз куҷо донам? ба маҳаллаи мо часпидааст, аз масҷид берун намешавад. напурсе, чӣ кор карданамонро намедонӣ? бовар куну девонаи тайёр аст. ӯро ба девонахона супорданд. راست میگویی. چی شد؟ بخیر است؟ устод ҳеҷ напурсед. домулои девона ба масҷид даромадааст. ман намебароям мегӯяд. намозро ҳам ман мехонам, мегӯяд домуло. устод, аз паси девона намоз хондан дуруст аст? инро ҳам мепурсӣ ҳиҷрӣ? албатта намешавад. одам девона аст охир. ман шахсан аз пасаш намоз намехонам. تمام من رفته گپ میزنم. بپرس. устод, полисро даъват кунам? هیجری اینقدر واهمه نکن. من حالا رفته گپ میزنم. شما ایستید. майлаш домуло. майлаш, ҳоло устоди ман ҳал мекунад. шумо хавотир нашавед. سلام علیکم. و علیکم السلام. داملو شما تنها در اینجا چیکار میکنید؟ چیکار میکنم؟ نمیبینی جماعت را انتظارم. خوب بود داملو، اما این خیلی نمیشود. آنها باید کمتر با شما عادت کنند. انتظار نشون. اون جماعت میدراید. داملو، اما آنها نمیآیند آخر. با زوری خوبی به دست نمیآیند. فکرهای آنها را تو ویران کردی. تو باز شرم نداشته به نزد من آمده ور کرده گپ میزنی. توبه کردم خدایا. داملا گوش کنید. اگر خواهید این خیل کنید برای با شما عادت کردن جماعت اول میگویم که از امر معروف آغاز کنیم. الان این خانه ما است سیوان جان. نمیک آخر این خانه بسیار قیمت بها است. تو زبی انا همین خیل خانه ها داری زنک جانم. یعنی وای خی زنک جانم ده جگر تا بخورم. نمیک قرض این خانه رو چه خیلی پرداخت میکنی؟ عزیزم پول این خانه برای من مایده چویده است. میگن سه بخور بوغش نپرزنه. مرا گوش کن.
агар пулҳоро аз он канҳони девона гирифта бошӣ туро нобуд месозам. аз он бешарафи девона як дирамаш ба ман лозим нест. севаҷон ман ба ту гуфтам дигар ба он канъони маъбади омун кор намекунам гуфтаме. ман аз ранг рӯи ӯ безорам. яхтои шӯрак ман мефурӯшуме, яхбосои қаймоқӣ ман мефурӯшуме севаҷон. қолино шо овардум хона канон қолино майда тугури нагирифтам. محترم جماعت موضوع امروزه امر معروفمان ریبا و ضرر آن. داملا موضوع رو یک طرف گذارو، یک دو گپ زده آن رو به آخر رسون. آخر ما تو رو به خاطر داملا زیا گوش کرده ایستاده. خاموش در مسجد گپ نمیزنن. مرا گوش کن، این داملا مانندی توست، از یک خاک استید شما. تو چی اینقدر به من چسبیده ای؟ های دمتون را گیرید. خاموش مرا گوش کنید. چرا گوش کنیم ها؟ آقای کن لطفاً این خیل نکنید. مرحمت داملا. استاد یک سوال به سرم اومد، پرسم میشود؟ برادرم اگر سوال داشته باشی در بیرون مسجد به نزدم آمده بپرس، در اینجا سوال نده. داملای دیوانه، من از استادم پرسیدم، از شما نپرسیدم. من دیوانه نیستم، من داملای حقیقیم. داملای دیوانه این است. استاد اجازه دید سوالم رو پرسم. چی هجری؟ یا خدایا توبه. میپرسم استاد، در مسجد سمبوسه خوردن جایز است؟ شیخل خوردن برادر مگر در مسجد نخورند؟ راست میگوید، تو این درجه هم نی. من به این سن و سال رسیدم، در مسجد خوردن رو اولین بار میبینم. از استادم پرسیدم. ای دیوانا تو چی کار میکنی؟ اکا با خدا گرسنه موندم. مادرم از دیه روان کرده است. سمبوسه از علف طبیعی تیار شده است. گرسنه است. بسیار بلازت است. اگر خواهی به شما هم دیم. تو مگر برزگوی، مگر حاضر وقت خوردن است؟ محترم جماعت، چطوری که میبینید گفتند که دختری کم سواد آدم را میکشد، نیمچه داملا باشد آدم را بدین میکند. این چه خیل جماعت است؟ این خیل نمیشود. یک کسش خوراک میخورد، بعضیش گپ میزند، یک کسش سوال میپرسد. یا خدای توبه. راست من دایم میگفتم. داملا عظیمی چقدر امری معرفی خوب میبونید. از دهانتون اثر نمون است. سلامت باشید داملا. ای مرد تو چی ها میگویی؟ با گپ زدن و سوال دادن بدین شده مگر؟ آخر داملا یک سمبوسه خوردن، با یک سمبوسه خوردن آدم از دین خارج میشود مگر؟ استاد با سوالم جواب نداده، جوابش رو میدهید؟ انا هجری خوردن البته که نعمت است. ببین پسرم، ما در مسجد هستیم، گرسنه، سیر، سردار، فقیر، بوی، رئیس و کارگر همه در اینجا برابر هستیم. اما چی؟ در بین ما یگان کس خوراک خورد به چشم یگان کس میرسد و این خوب نمیشود. البته که در مسجد خوراک خوردن ممکن نیست، جایز نیست. او را گوش نکنید. آخر او را گوش کرده به این احوال آمدید. مرا گوش کنید میگویم. او دیوانه است. تو را برای چی گوش میکردیم ها؟ داملا از منبر پایانش کنم؟ آقای کنان استیدین خیلی نکنید، کمتر صبر کنید. داملا من در اینجا یگان گپی بد نگفتم. التماس. بله محترم جماعت، در اول چی گفته بودیم؟ موضوع امروزه امان ریبا و ضرر آن. سردار مکانی اجدر رو معین کرده. باوری دارید که مکانش رو معین کرده اید؟ بله سردار، صحبت تلفنیش رو گوش کردم، مکانش رو معین کردیم. به خارجه میرفته است. تمام، ما در حال با اونجا میرویم. سردارم از شما یک خواهش دارم، با کمتر پس به عملیات میرویم. شما در خفا ایستید، شما اویله دارید. من برای شما همه نمودی توکل را، یعنی جانم را دریغ نمیدارم سردارم. برای کشتن کلتکیلاس به همه توکل تیارم. لبند بله برادر، تا بستید. خواطر نباشه داملا، آن نتیجه تشخیص را میگیرم. اما یک چیزی نفهمیدم. سقراط از قفای اونال شده است، راست است؟ متاسفانه بله. داملا چرا متاسفانه میگوید آخر؟ اگر اونال مراد شما سفید میشوید، اما نتیجه تشخیص اونال را قانع نمیکند. به شما چنان چسبیده است که تا شما را نکشد او راحت نمییابد. اکا قایق آمده است، در بندر است، میتوانید روید. میرویم.
این دفعه گریختن نیست پلیسا میبره سلاحتون را پایان کنه تسلیم شود تسلیم شود اکبر شما برزه هوا خنک شده است باز یخموز نخورید فهمیدید؟ مایلش روید با خواهرم رفتنم رو گفتن نمیتوانم. آقا چرا اونجا ایستاده اید؟ خوش اومدید خوش باشی. خوش هستی؟ خوبم شما چه حال دارید؟ من خوبم. خیر تو رو بسیار یاد کردم. آقا میدونید وای چی؟ بعضا وقت هنگامی کار کردنم به یادم میوید و به خودم میگویم که من آقام رو یافتم اونقدر شما رو پسمون میشوم که بعد میگویم که آقای من دامولای دوستدار و اعتبارناک محلمون میباشد. میدونی من چی فکر میکردم که آقای من کلتکیلس است. اگر همه اون خبرها راست میبود من از پا میافتیدم. بعد دیدم که آقای من یک آدمی با اعتبار دوستداری مردمی محله بوده است. خیر مایلش من بیمار دارم باید روم بعد با میخوریم مایلش من هم با ماشین میروم. مایلش تا بازدید داملو جان چی خیلیته؟ کارت چی؟ در اینجا چی میکوبی؟ داملو گفتم یک محله رو چرخ زنم. خوب که بر آمدم بینید با شما واخوردم. گوش کن این چی حال است ها؟ داملو گفتم که دیگر شما رو احترام میکنم. دمت رو گیر بسیار سفسطه نگوی. کنی پیش بیا نه ترس تو رو نمیزنم پیش بیا. مرا گوش کن تا وقتی که من در اینجا هستم با بیتول نزدیک شدن نمیتوانی. در نبودنم در اینجا اگر با اون نزدیک شدن اطراف من جزایت رو میدیم. بخیر است داملو یا که به یک اونجا میروید؟ احمق با هیچ کجا نمیروم. یعنی یک روی داری داملو زیاد؟ من بیتول رو دوست میدارم. تو دوست داشتن رو چی میدونی ها؟ چی میدونی؟ با بیتول نزدیک شدن رو نشونم که سخت جزایت میدیم. این دامولای سروایران با بیتول اویلادار شدن ما رو نمیگذارد. بیتول باشد از گپی اکش نمیبراید. چه حیله کردن تو رو اگر فهمم من اون وقت از تو خلاص میشوم. حالا تو در حقیقت میروی برادر؟ میروم شاکت. دیگر بر نمیگردی؟ شاکت تا این کارها را حل نکنم بر نمیگردم. تو در اینجا هم به همه ضرر میاره. اگر بیتول وضعیت رو فهمد چی؟ نمیفهمد. یکون راهش رو میامم. خیلی کی میروی؟ حاضر. برادرم مگر همین خیلی میروی؟ خودت رو خوب نگاه کن. مایلش تو هم خوب نگاه بکن. با زهرا خیر خوش نمیکنی؟ یگان چورش رو میبینی. چه خیل چورش رو میبینی؟ این خیل نکن. رو با او خیر خوش بکن. نامردی نکوش نه؟ خیر خدا حافظ. مایلش تا بازدید. فراموش نکنی کم کم زنگ مبزن. مایلش زنگ میزنم البته. چند مراتبه به من گفتی که نرم. به تو چی خیل گویم که من میرم. باز نگاه کردم میگویی که من رو پرتفتن نرم. چی خیل از برات جدا شدم نمیدونم.
تا انتقامم رو نگیرم جیانم رو گور نمی کنم. اونال جیانم رو کشت کلتکیلاس. آن روز اگر تو رو خلاص نمی کردی جیانم در حیات می بود. اکنون آتشی در داخلم بوده، با کشتن اونال خاموش نمی شود. اول اونال می میرد بعد باشد. تو تیفلی تولد شده اش را کشتی سکرو. تو رو راحت گذار. گپ هایم تمام نشدند کلتکیلاس. اول اونال می میرد بعد نوبت به تو می آید. حیات او را نجات دادنت بسیار مشکل می شود. عزیزترین آدمم را از دست دادم. من هم عزیزترین آدمی تو را نابود می سازم. انا اون وقت دردی مرا خوب می فهمی. ما یک تاری موی زهرا دست رسانی تو را می کشم. سخراب! زود زهرا زود. زهرا در کجایی؟ در کارخونه‌ام. چی شد؟ تمام هیچ گپ نیست، می آیم. مکه؟ نیمان این آدم رو در دوام 24 ساعت به قتل می رسونی. ما هم از عملیات نم اومدیم، چند کس پرنده مونده شدیم. سردار نال هم در داخل دم گرفته ایستاده است، عصبهایش ویران شده است. خیلی گپ نه، اما من به شما کمک میکنم. بخیر از شما را کدام شنبال اینجا آورد؟ من درباره یک از معلومات گرفتن میخوام. فهمو چه خیلی نمود معلومات؟ چی خیلی یعنی چی نمود؟ یعنی معلومات جنایتی میخوای؟ بله معلومات جنایی. این کار آسان است، حلش میکنیم، اما به رقم شناسنامه‌اش احتیاج داریم جناب سمی. رقم شناسنامه‌اش؟ حاضر یک لحظه این بود. مرحمت. یک دقیقه صبر کن و هر یک معلوماتی میتونیم که کی بودنی تو رو فهمیدنم بسیار وقت کم موند دامادی ساخته. کنی ببینیم چی حیله داری. خوب هستی؟ ها؟ کلتکیلاس چی شد؟ هیچ چیز نه. کلتکیلاس چی کار میکنی؟ باز یکون کس نبینه؟ بینه دیدن گیرد مگر شوهرت نیستم؟ اما شوهری ساختم هستی. شوهری ساخته بودنم در پیشونی هم نوشته شده است. مالش حدی اقل حسیاتت رو در پیش دیگران اینقدر نشان ندهتم. مایلا جانم در جایهای آدم نبوده آغوش میگیرم. نه تمام چی بوده است؟ جناب سمی بینید این رو با شما در حقیقت چی خیلی گفتنم رو نمیدانم. چی خیلی؟ یکون چیزی کلان است؟ از کلانم کلانتر وزیر بفهمی زنک میگیره. میدونستم. چی بر اومد؟ جناب سمی با شما سبکتر میفهمونم این آدم جزاکالله شده است. چی شده است؟ این مردک چه خیلی آدمی کلا دم گپ نمیفهمی. همون آدم میگون که جزاکالله شده است. معنای جزاکالله را نمیفهم. یک سرغاز با تو دیگر خیلی میفهمونم. یعنی که پایان فیلم کنت فیلم در کینه دشمنا را میکشن که جزاکالله میشوند. نفهمیدی؟ یعنی او در باره خریطه جهان دیگر نیست. یعنی دیگر خیلی فهمونم از گلوبوس بیرون شده است. کارو در دنیا تمام شد. این مردک آدم در تابوت میدازن میبرن چی میشود؟ اینا مثلا برای مثال بابا تا میگیری. همون بابا در بالای زمین زندگی کرد، پدرت به دنیا آورد، عاقبت هم مسافر چی میدونی؟
ба хубӣ фаҳмодам нафаҳмидӣ. کاری بابا در این دنیا تمام شد با او دنیا رفت. همین آدمی که دربارش معلومات گرفتنی و هم رنگ بابی رحمتی بمورد است. یعنی مرده است؟ آوا مرده است. انسان مانانی پرنده است. امروز است پگانی است. همون با اون طرف میرویم. خدا قبرش را پرنور کند. راهش را شاد گرداند. خدایا خداوند به حال امون بنده رحم کن و از گناهش بگذر. برادر همدردی ما را قبول کن. اگر یگان گپی خطا گفته باشیم بخشش. مرده؟ بندگی برادر بندگی. از این دنیا همه میروه. یگان خیشتبارت بود؟ لبای؟ میگو خیشتو بی؟ بله. خدا رحمتش کند. خدا به شما هم صبر نصیب کند. بندگی خودتون رو به دست گیرید جناب سمی. نصیب باشد شما از این دنیا میروید. خفه نشوید. حالا ما بسیار کار داریم. حالا باید سقراط و کرتکلس و اژدها را دستگیر کنیم. وقت نداریم که با یک مرده سر کار گیریم. مرا ببخشید. زندگی همین بوده است. برای کار. بله. کنی بگو این آغوشگیری هات برای چی بود؟ یعنی هیچ چیز نیست جونم، تنها برای تو خاطر شدم همینقدر. سبب؟ زهرا امروز هنگام به کار اومدنت یگان کس تو رو پای برده بود و یا از یگان کس شوخی کردی بود یا که از یگان کس با تلفن تهدید شنیدی؟ نه یگان چیز نبود. بله حالا هم گپ زدنت رو انتظارم. آخر آن سقراط دیوانه هست که یگان دیوانگی میکند گفته ترسید. بچه یگان چیز گفت؟ یگان چیز نگفت. معلوم نیست با احتیاط بودن لازم است. تو امروز که خیلی عجایب هستی. نه من عجایب نیستم. به خانه یک جای برویم. من تو رو برم. حالا تو رو تنها گذاشتن نمیخوام. مالش کم ترک کار دارم اون رو حل میکنم میآیم. مالش انتظار میشم. تو انتظار شم من میآیم. مالش. مالش. این دامولوزیو کیست؟ شناسنامه یک کسی مرده رو گرفته است. معلوم که از پلیس گرفته است. بیتول این رو میدوند مگر؟ فکر نمیکنم. چون که نمیدوند که اکاش ازدواجی ساخته کرده است. اگر من کی بودن این دامولوزیو رو فهمم از او خلاص میشم. بیتول باشد با من میماند. دامولوزیو؟ خانم سلین؟ در اینجایی؟ بله مدت دراز بود با زیارت زهرا ناماده بودم گفتم یک خبر گیرم. خوب کردید. چی دامولو من با شما درباره یک چیز گپ زدنی بودم. بله مرحمت گپ زنید. یعنی این خیلی چیز چه خیلی گفته میشود نمیدونم. لطفاً راحت باشید مرحمت بگویید. دامولو شما بسیار آدمی میفهمیده بسیار آدمی خوب هستید اما حقیقت بسیار تلخ است. با خدا که مراق کردم خانم چی شد؟ دامولو ازدواجتون چقدر ساخته باشد هم شما کاری کردید که هر مرد کرده نمیتواند. با زوغی سیاه بر این آدم عاشق شدن زهرا رو خوش قبول کردید. اما کشکی یعنی کشکی ما نمیشدید. من برای زهرا بسیار خواطر هستم. چرا؟ از روی زوغی سیاه. زوغی سیاه؟ بله. دامولو شما کی بودن زوغی سیاه رو میدونید؟ کی بوده است؟ زوغی سیاه کلتکل از گفتنی جنایتکاری بزرگ بوده است. شما چی میگویید خانم؟ این بسیار خطرناک است. بله عیناً همین خیل است اما چشم زهرا رو چنان کور کرده است که چند بار گفتم که زهرا این خیل نکن این آدم نمیشود جنایتکار است اما گوش نمیکند. خیر خانم درباره زوغی سیاه کلتکل چی فکر دارد؟ دامولو گفتم که دیوانه‌وار عاشق شده است. خیلی عاشق. من چرا عشق رو حس نمیکنم؟ باوری داره؟ باوری دارم. یعنی دامولو چشم زهرا کور شده است. انیق این آدم زهرا رو جادو کرده است. انیق دامولو شما گپ زنید چی دانم یکی شما رو گوش میکند او رو از این درد رها کنید نباشد دوگانم در پیش چشمم به حبس میافتد. مالش خانم سلین شما خواطر نباشید من با زهرا گپ میزنم. تشکر زیاد. نمیارزه. زهرا باید این حجت رو از نظر گذرونی. تا بازی دامولو. برای کار.
خوب تمام. هیچ کس نبوده است. زهرا من یک به محله روم. اما زود بیا، دیر نکن میلش. تمام. بی‌سرابون کرده. چی شده؟ مگر این خیال بود؟ عمیق خیال است. زهرا با من روی سفر است. در خیالم بود. ندید ها؟ مگر دیده است یا ندیده است؟ عجب بود دید. دیوانه ای مگر؟ چون بوسه را دید دیوانه شد. نه بسیار واهمه کرده ایستادم. یک بوسه دوستانه بود آخر. لیکن تو هم بسیار شده بوده ای. اون تنها یک بوسه دوستانه بود. ولی در حال قبول کردن. کنی خودت را فریب بده زهرا. دوستانه بوده است. تو رو آشکارا دوست می‌داری. چی؟ دوست می‌دارم؟ نه جانم اینقدر هم نه. چه خیلی دوستانه؟ مگر این خیلی دوست می‌شود؟ التماس این خیالی نباشد. چرا دوست دارم؟ اونقدر مرا فریب داد. بی عقلی نکن زهرا. دختر با حسیاتت خواهی شد خیر. مگر این آدم را دوست می‌دارم؟ دوست نمی‌دارم. دوست نمی‌دارم. دوست نمی‌دارم. اوف اکنون در خانه برایش چی خیلی نگاه میکنم. معلوم در اینجا میمونم چون دوست دارانم در اینجا از اینجا رفتن نمیشه شود. السلام خانم بتول. خانم بتول کمی صحبت میکردیم؟ خانم بتول نه صحبت نمیکنیم. حالا به زیارت یک بیمارم رفته ایستادم. مایلش من شما رو میبرم. نه رحمت من خودم میروم. یک روی نکنید جانم میبرم آخه. سپاسگزارم جناب سمی. نمیخواهم با اتوبوس میروم. از من میگریزید؟ خیر با تو یک جای میروم. هذه قيم راودي سومناموز کجا گرفتی؟ برادر چی گفت؟ دنبال یک مرد همین طرف گریخ ندیدی؟ نه کسی رو ندیدم. آن بناموز با عروس من گل دادنی بود. مالش خیر. خدایا توبه. اینجا برا هی تلخم رو کفوندی که هست؟ اب کن. باز چی هیله کردی؟ با خدا برادر هیچ کار نکردم. فاتحه شده دختر بوده است. چی؟ ها با دختر گل دادم. فاتحه شدهش برآمد. مرا سور کرد. قسم میخورم که با دختر خوب راه گرفتیم. یگان مشکلی نیست. گل رو گرفته به نزدش رفتم. با انگشتش نگریستم انگشتری نبود. به خدا قسم که انگشتری نبود. خاموش شو. ای برادر نمیدونستم مدام که فاتحه شده است. میمره انگشترین چه باندوزه. دمتا گیر. گویا من نمیدونم که تو با انگشترین وای دختر یا که با دیگر جایش نظر کردی ها؟ با انگشترین نظر کردم میگوید خواهرم رو با تو امانت کردم. تو رفته از پشت فاتح شده دیگران میگردی. تو چه خیل آدم هستی؟ ای توبه کردم خدایا چه خیل گشتم. تو چی میگویی برادر؟ اگر میدونستم که عروسی او است با او گل تقدیم میکردم. شوکت با من سفسطه نگو مالش. سفسطه نگو برادر. گوش کن شوکت. اگر آن سمی رو در نزد خواهرم بینم او رو زیر زمین میکنم. تو را باشد از گوشهایت کشال میکنم. دانسته باش. برادر تو در این باره خواطر نشو. این کار با عهده من است. به نزد سمی رفته گفتم با بیتول نزدیک نشو. او باشد ترسید گفت مایله. ای ابله ترسان از گویا من مگر تو رو نمیدانم. ای گوش کن تو برگشتی رفته بودی گفتی میرم مگر نرفتی؟ نرفتم این حال رفتن نمیتوانم. ای برادری عزیزی من ایستایی من کارت ندارم. پولی نقدی هم میشه بده کشم. به آدم قفا پول بیده.
аз онҳо корт гирифта зер кун. бояд корт бошад. бале, майлаш. корт доред? надоред. шумо чӣ? шумо надоред. ягон кас корти зиёдатӣ надорад, ман пулашро медиҳам. ана пули нақд дорам. исто наде. майлаш, ҳаматон бекорт савор шудед, а? акай шофёр ҳеҷ кас корт надорад. о, ташаккури зиёд. ташаккури зиёд. ҳозир. ана. ба он ҷо гузор. инҷо. ташаккур. миннатдор. маро ташаккур нагӯ, духтари дар қафо бударо бигӯ. рафтан натавонистам. унал ҷияни суқротро куштааст. ба худо рост мегӯӣ? суқрот ӯро имшаб мекуштааст. ҳатто куштан ба ӯ бас набуд, аз нишонае аз ӯ намегузоштааст. чӣ хел фаҳмидӣ рафтанам маъное надорад? суқрот бисёр хатарнок аст. бояд дар ин ҷо монда дӯстонамро муҳофизат кунам. бародар, агар ман намебудам ҳамаи ин ҳодисаҳо пеш намеомаданд. агар калтакелас намебудам ҳамаи инҳо ба сарам намеомаданд. хайр. ҷаноби сами фароед акнун охир. дар куҷое ки шумо фароед, ман ҳам мефароям. нафаҳмидам. ой хонум, ин аҳмақ шуморо нороҳат карда истодааст. ба шумо чӣ ҷаноб, нафаҳмидам. чаро дахолат мегӯӣ? ки ин хел гап зада истодаӣ. ба ту мегӯям чӣ? кӯдак, ту аз ҳад гузаронда истодаӣ. ҳозир туро зери по мекунам. зери по мекунам гуфта дар назди занҳо ба ман зӯрӣ накун. дастатро фарор, маро натарсон. ту гапро ба хубӣ нафаҳмидӣ. илтимос ҷанҷол накунед. сами, илтимос ҷанҷол накунед. хоҳиш мекунам. аз барои худо ҷанҷол накунед. ай сагбача робин ҳоло ҳам даст дароз карда истодааст. бина хонум бетун, ӯ дар ҳаққи шумо дов кунад. агар шумо намебудед, ман даҳону бини ӯро мешикастам. охир ин хел шуданаш аниқ буд. шумо чаро бо он одам муноқиша кардед? ҷаноби сами чаро? доим бо ман ҳамин хел одамон рӯбарӯ мешаванд. ҳамаш монанди акатон зӯрӣ мекунанд. дар бораи акам ин хел гап назанед. илтимос, дар бораи ӯ ин хел гап назанед. ӯ маро муҳофизат карда барои ман хавотир мешавад ва ба шумо гап заданамро намехоҳад. аммо ман ҳоло бошам бо шумо гап мезанам. илтимос, аз ман дур шавед. хонум бетул, ман хато фаҳмидед. хонум бетул, ай забони маро маликаи замбурҳо газад. ман бояд чӣ будани домулозиёро фаҳмам. набошад духтар аз ман намешавад. бахшиши зиёд, ман масъаларо нафаҳмидам. магар ту ҳоло барои уналро суқрот накушад ҷони худатро ба хатар гузоштан мехоҳӣ? ҳамин хел? ту намефаҳмӣ шавкат. суқрот ҳоло аз қафои унал аст. баъд навбати ман мешавад. хатарнок аст. ҳамон ҳал тифлашро аз даст дод, қасд гирифтан мехоҳад. албатта ки ӯро мефаҳмам. охир душмани ашадиам ҳам бошад, унал язнаи зуҳро мебошад. ӯро дар ин ҳол ба дасти суқрот дода наметавонам. корҳо ҷиғелайгу бародар. меҳмон ҷояшро гирифт? бале сардор, монанди хостаи шумо хабарро интизор аст. амр кунед, мепаронад. унал имшаб мемирад. сардорам, акнун ором шавед. тамом аждаҳоро дастгир кардед охир? дар куҷо дастгир кардем, одамро аз даст додем. охир сардорам, ӯро парондед, ӯро захмин кардед. аждар инвалид шуд. онҳо акнун кӣ будани шуморо фаҳмиданд, рафиқ сардорам. левен, бисёр сафсада нагӯ. агар макони калтакеласро бидонӣ гап зан, агар надонӣ хомӯш ист. не намедонам, аммо ба сарам як фикр омад. картакелас ҳангоми гурехтан аз тарс думашро мепартояд. мо қадам ба қадам аз паси думаш рафта ӯро пайдо мекунем, рафиқ сардорам. левент, духтарҳо, кани гап занед? ҳеҷ гап намезанед? дигар вақт бошад вақт гап мезанед? чӣ гап занем бобоҷон? айнан
کارها چخیلند؟ خوب است. در خرید لایه ها اشتراک میکنید؟ بله. نه. یک دقیقه. بله یا که نه؟ айни ҳол аз сабабе ки корҳоямон бисёр аст иштирок карда наметавонем. دخترم تو خوب هستی؟ امروز چه خیلی که بسیار عصبی می نمایی؟ چی شد؟ не бобоҷон бисёр хуб ҳастам. дар давоми рӯз баъзе чизҳо асабамро вайрон карданд. دختر زیبایم گوش کن و تو یک توصیه دارم. تو خوبش آیله دار بشو. بین زورا چه خیل آیله دار شد. طفل دار هم می شود. همین خیل نه؟ انا اکنون وقتی تو هم آمده است. الله میگم بچه. ها همین خیل گویم البته. قسمت است. یعنی ماشاءالله ماشاءالله. امروز از صحبت با شما هیچ سیر نشدم پس نباشد من خواب روم. شب‌های خوش. شب خوش بابا جان. دختر جانم برای دعوت خوراک امروز زمان را قبول کردنت به تو بسیار سپاسگزارم. نمیارزد بابا جان. در اصل من به شما سپاسگزارم برای دعوتتون. زهرا به دوگانت حجره در بالا بوده را تیار بکن. امشب مهمانی ما شود. هیچ چیز لازم نیست. من آخر به خونه میروم. نه 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 در این ساعت تو را به یگانجا نمیگذارم. بابا جان تشویش نکشید من حل میکنم. میلش نباشد. شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش. شبی خوش. تو رو خوب گرفت؟ نه جانم در این ساعت چه خیلی خوب. معلوم. بخشش که ناراحت کردم زورون. یعنی تنها بابای اکرم خواست گفته آمدم برای تو نه. این رو بدون. میدونم جونم. اما بسیار چیز رو نمیدونی. این رو هم بدون. عجبا من چی رو نمیدانستم؟ برای دوست داشته تو رو دستگیر کردن پلیس به پا خیست است. ببین گفت کالتکیلس رو؟ بله انیق دستگیرش میکردند. چی خیل ها؟ به خدا که همین خیلی مسئله مهم بوده است. چی هم میگویی؟ از من گفتن است. یعنی بعد که فهمیدی تلخ کف نشوی. عاقبت او همین است. رحمت نمیارزد زورو. چه خیلی نباشد دوگانه کهنه هم هستیم. مگر به او زنگ میزنی؟ گپ ندارم. در حقیقت گپ ندارم. گپ ندارم. جواب نمیدهد. انیق در نماز است. در نماز؟ کالتکیل از نماز میخوند؟ بله میخوند. ممکن است مگر او توبه کرده ایستاده است. تو این درجه بی ایمان نیست کو؟ شام بخیر. شام بخیر. جانم بسیار خواطر شدم. در این ساعت کوچه ها چنان خطرناکند که اگر زیاد دیر کند در حال خواطر می شوم. قریب بود که به جستجویت می رفتم. آخر زهرا از برای خدا و سرت این خیل فکرها رو نهار. آرام باش. با مسجد می روم. کالتکیلس لطفاً با احتیاط باش. یزنه اون نلم ولی وین هر دم می توانند تو رو دستگیر کنند. چیزی نمی شود. اهمیت نده. زهرا من هم اکنون از خانه تنها برآمدن رو نمی خواهم. سبب؟ التماس من چیزی گویم همین رو بکن. سقراط گفتنی آدم هیچ شوخی نمی کنه. میلش نه لطفاً تو هم با احتیاط باش کالتکیلس. با تو یگان چیز می شود گفته بسیار خواطرم. وای در حقیقت برای با تو مهم بودنی من یا که چون دستگیر شوم کارهایم ویران می شوم برای همین گفته ایستادم. در نتیجه برای من بسیار خوبی ها کردی. می ترسم به سرت یگان بلا نآید. خیلی کسی الان گفت در حقیقت عاشق است. اگر عاشق باشه چرا پنهان میکنه؟ سببش همین است.
نمیدونم کلتکیلا سرم بسیار آمیخته است حتی درست فکر کرده نمیتوانم خوب مایلش من میروم تا بازدید مایلش لبن لطفاً با احتیاط باش مایلش استاد خدا را هزاران بار شکر میگویم که باز با شما رو برو شدم. بله هجری مرحمت. استاد به سرم یک سوال آمد. مایلش هجر جون به سرت نافتد بپرس. بپرسم. استاد یوگا مشق کردن جایز است؟ چی؟ یوگا استاد. تو یوگا مشق میکنی؟ نه استاد حالا یوگا مشق نکردم. بنویس هجری. انا یوگا یک چند نمود دارد. مثلا یوگای زیر آبی است، یوگای هوایی، مثلا مدیتاسیون چقدر دیگرش، باز مدیتاسیون سبکش است که بسیاری آدمان اینش رو انتخاب میکنه. اما چیکار میکنه بکن. با یک مربی یوگا رو اجرا کردن شرط است. علاوه بر این یعنی مثلا یک سیانسش 500 بکس است. چقدر که پولش زیاد شود همونقدر فایده زیاد داره. مگر جایز است استاد؟ نویس هجری. از آنی که با یک سیانس 500 بکس میدی رفته یک یتیم رو خرسند کنی، فقیر و فقرا رو یاردم کنی، خرسندی در چشمان آنها بوده رو ببینی، به خدا که از همه یوگای خوب رو گویا کرده ای. بسندگی نکرد. 5 وقت نماز خون اما پررو و درست بخون. یتیم و فقیر رو تله نده هجری و در حق غریبان دعا بکن. استاد بسیار خوب فهماندید ماشاءالله. خدا از شما راضی باشد. از تو هم راضی باشد. خیر استاد. بابا این یوگاش از کجا برآمد؟ لبای کلتکیلاس به تو یک امکانیت دیگر میدیم. اگر جانی کمیسر اونال به تو اینقدر عزیز باشد به نزد فابریکه‌های کهنه بیا. اگر بسیار زود حرکت کنی او را نجات داده میتوانی. یگان اشاره التجا میکنم. یک اشاره برای آن بیشرف را دستگیر کردنم به من یک اشاره بده. این طور نمیتوانم. اشدر مرد. اگر کلتکیلاس را از بین برداشتنی باشی خودی حاضر به مکان فابریکه‌های کهنه بیا. یه مرک کجا میره؟ به جهنم. تو هم میروی؟ بسیار خوب پاسبانی میکرده ای. به قصر میروم. سردارم آرام باشید. شما را محافظت کردن وظیفه اولی لیونت است. اگر من شما را حمایت نکنم از دست من دیگر چی میآید و با کی در کنم؟ لیونت تو در اینجا مان. خدای توبه اینقدر یک روایی. سردار چرا هر دویش را به یک جا دعوت کردید؟ به کلتکیلاس نشان دادنیم که به من مانع شده نمیتواند. حالم رو بین. برای حیات آدمی را که حیاتم رو تیره کرده از حیات خودم رو به خطر میگذارم. در اینجا از هر دو یکی اما سلامت نمیبراید کلتکیلاس. یا من میبرم یا تو. در کجا باشد این بیشرف؟ اونا حیات در خطر است. گفتم با تو کوشش جان تو رو نجات دادن رو دارم. ای شرف تو در کجایی؟ قاتل طفلم هم نه. من مقابلم مرا کنی. با مرگ طفلت من علاقه ندارم. اگر مرد باشه روبرویم مرا گم میزنه. برای کشتن من کوشش کردی نتوانستی. طفلم را کشتی ها؟
تو رو تیر باران میکنم الله. در کجایی؟ هنر تو رو از دست شکرات من نجات دادم. تو رو از جنگل با یک ماشین سفید گرفته در یک جای بی‌آبی گذاشتم. دستانت محکم بودن. باز برای از ریسمان خلاصی یافتنت به تو کار دادم. اگر در آنجا نمی بودم همه اینها رو چه خیلی به یاد می داشتم. خدا زده در بین آدمانی که مرا کشتنی بودن تو هم بودی. البته که همش رو به خاطر داری، اما خواهیم برا تا نکنه مایلش دستان اون رو با بالای سرم برداشته به نزدت میویم. جونت رو نجات دادنی بودم اما پروندنی باشی پرم. برا زود برا. هر نفس گرفته تو زیان است. نزدیکتر بیا. پیش از پروندن خوب فکر بکنم. با پای های خودم به اینجا آمده تسلیم نمی شدم. چرا برای کشتنم با نزد تو آیم؟ نفهمیدی؟ تو رو با دام افتاد. چی خیل دامه؟ چی سفسته میگویی؟ این حیله نوت است ها؟ به آخر بازی هایت آمدی کلتکیل است. یگان بازیت از این پس تو را نجات نمیده. یگان بازی نیست اونم. تو جیان سقراط را کشتی. حالا هم نمیفهمی. کلتکیل است. من به اینجا برای گوش کردنی تو نه، برای کشتنت آمدم. نه، در یکی از این بناهایی که در اطرافمان است عمیق یک نشانگیری کسب نشسته برای کشتن تو از سقراط امر و انتظار است. تو رو بدام کشیدن میگویم نمیفهمی. کلتکیلاس هم در نشان است. او رو هم پرانم. نیمان تنها اونال رو بکش. انتظار شد. وقتی اونال کلتکیلاس رو کشد تو اونال رو بکش. مرا به اینجا تو دعوت کردی و دام ساختی. در فکرت کاری به فردا گذاشتت رو به آخر میرسانی. اما به آخر راه آمدی کلتکیلاس. این دفعه تو رو میکشم. التماس نمیر. باز نمیر. طاقت بکن. التجا میکنم. طاقت بکن. وضعیت چی خیلی است؟ جراحی دارد. اگر با او یگان چیز شود من طاقت نمیکنم. بعد طفلم اونال رو از دست دادن نمیخوام. اپا جان به یزنم هیچ چیز نمیشود. میلش این خیل نکن دخترم، چون اونال و هوش آید تو را در این حال بیند بسیار غمگین میشود. این خیل نکن. بابا این کلتکیلاس از ما چی میخواد؟ جانی طفلم رو گرفته. اونالم رو هم از من میگیرد. خدا آن کلتکیلاس گفتن آدم را زند. هیچ غم مخور. هر بدی مطلقا روزی برمیگردد. سلام علیکم. اونال چی خیلی است؟ بهتر شده است. سردار کلتکیلاس اونال رو به بیمارخانه برده است. او نمرده است. چرا حالا هم این آدم با عجلش مبارزه دارد؟ این کار بسیار دوام یافت. به بیمارخانه یگان کس را روان کن. کارش رو بینند. مایل است سردار.
کلته کلاس کاری اونال رو بینم نوبت به تو میرسد. حالتش آنقدر بد نیست. او را دیدم میتوانم؟ متاسفانه نه. همین که فرصت شد خبر میدیم. خدا شفا دهد. آرام شوید یک دامولا در آمده کف و صفاش کنید. سقراط این کار را اصلا نیم نمیگذارد. انیق برای به آخر رساندن این کار یکون کس را خراب نمیکند. نجام مرا گوش کن. از اینجا بیرون میبرایم. او رومانا راه میگردی. فهمیدی؟ راه گرد. تای کار و برهایت خوب است. از کجا به کجا؟ راه گرد. خوب گوش کن. با آن سرداری مویست دیدت رفته بگوی که دستانش را از این اویله برای همیشگی کشد. فهما؟ خطا میکنی کلته کلاس. شخصی که با صفات دشمن میشود در روز او با نمیبیند. دمت رو گیر. دیگر به من کار نمیگیرد. کلته کلاس یک گپ را دو مرتبه نمیگوید. اگر عیناً همین رو یک بار دیگر تکرار کنن او را از ریشوی سفیدش کشال میکنم. فهمیدی؟ را با او بگو. دوشن. گوش کن مرا. این کلته کلاس کی با این بلاها بازی رو آغاز کردن؟ او تنها ماشین دزدیده به خانه ها می درآمد کو. شفقت مرا گوش کن. اگر کلته کلاس دستگیر شود ما هم تمام می شویم. آرزوی با اکرم جان آیله دار شدن ما برباد می رود. ما در چه خیاله موی اپای پات ما در چه خیال است؟ اپا جان تو غیر از خودت پروای دیگر کس رو نداری. برادرم برای ما شده جانش رو در خطر میگذارد. تو باشی فکری پیرخره اکرم میکنی. دمت را گیر. از بلا دور می شدید. ما هم در حسرت همین بدیم که بسر ما بلا آمده انگیرد. مگر من به شما گفتم که رفته به کارهای بد دست زنید؟ شفقت مرا گوش کن. این کلته کلاس نباید دستگیر شود. ما باید یگون کار کنیم. این کمی سر از دو میوه کنده نمی شود. راست میگی. او هم مثل کنه در کلاس چسبیده است. ای پد برای اگه مور قربقده بچسبخی. آقای اکرم این مردم کجا شدند؟ 1-2 دقیقه برای دیدنمان اجازه دادند. تو دامولایی دعا خونده پوف کنی میگویم. شاید یگان فایده رساند. بله خونده پوف میکنم.